سلام دوستان، خوش اومدین به این ویدیو. توی این آموزش قصد دارم بهتون نشون بدم که چطور میتونید در و پنجره رو در پروژه هاتون تگ گذاری کنین و همچنین چطور میتونید که در محیط فامیلی تگ مورد نظر خودتون رو با هر شکل و هر پارامتری که دوست دارید ایجاد کنید. برای دیدن آموزش‌های بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برای ارتباط با من میتونید که از طریق پیج اینستاگرام با من در ارتباط باشید. خب بریم سراغ آموزش امروزمون. برای شروع من یک وال ترسیم میکنم که بتونم روش در و پنجره قرار بدم. یک در و یک پنجره روی این دیوار قرار میدم. برای تگ گذاری ما باید بیایم در سربرگ انوتیت. دستوری داریم به اسم تگ بای کاتگوری. اینو که بزنین و بیاین در روی در و یا بر روی پنجره که قرار بگیرین میاد در واقع برای شما تگی رو قرار میده. ببینید الان تگ ها رو در واقع برای من نرم افزار رویت قرار داده، ولی همونطور که میبینین از لحاظ شکل شمایل و همچنین از لحاظ پارامترها و در واقع لیبلی که در واقع اینجا برای من زده، این تگ ها معمولا به درد ما نمیخورن و ما برای اینکه بتونیم در واقع تگ مورد نظرمون رو اینجا استفاده کنیم توی پروژه، باید اون رو در محیط فامیلی بسازیمش. برای ساختن تگ در محیط فامیلی میام در فایل، نیو فامیلی. در پاشه انوتیشنز شما هم دور تگ دارین هم ویندو تگ دارین. ما از دور تگ شروع میکنیم. اوپن رو میزنم. محیط ترسیمی فامیلی برای من باز میشه. میام در سربرگ کرییت لاین. یک سری دستورهای ترسیمی اینجا برای من نمایش داده میشه. میتونم مثلا یک تگ دایره شکل با یک همچین لیدری رو ترسیم بکنم و اینجاش هم یه دایره قرار بدم. لود این تو پراجکت میکنم. خب الان زمانی که روی درم قرار بگیرم این تگ رو برای من در واقع نمایش میده. دقت کنین که وقتی که روی پنجره میام این تگ رو برای من نمایش نمیده، چون من تگی که ساختم در محیط فامیلی دور هستش و مختص در هستش و فقط روی در برای من کار میکنه. خب این رو روی در قرار میدم و اون تگ قبلی که وجود داشت رو پاک میکنم تا بهتر بتونیم ببینیم تگ رو. خب این تگی که ساختیم تگ خوبیه، فقط یکم ابعادش بزرگه. من میام اینجا انتخابش میکنم با استفاده از اسکیل. میام اینو ابعادش رو یه خورده کوچیک‌تر میکنم. دوباره داخل محیط پروژه لود میکنم. الان خیلی بهتر شد. میام از بخش Create Field Region میتونم که برای بخش پایینش یه هچ سولید هم در واقع ایجاد بکنم. این تگ رو من به دو قسمت تقسیم میکنم به خاطر اینکه میخوام در قسمت بالا در واقع مدل در من رو نشون بده و در قسمت پایین هم تایپ در رو برای من نشون بده. برای این کار باید بیام در واقع لیبل قرار بدم. میام در سربرگ کرییت لیبل رو میزنم. این قسمت بالا کلیک میکنم. لیبلی که من میخوام در واقع اینجا داشته باشم پارامتری نیستش که در این در واقع جدول سمت چپی وجود داشته باشه. بنابراین من گزینه اد پارامتر رو میزنم، سلکت رو میزنم تا یک شیر پارامتر بسازم. کرییت رو میزنم، اسمش رو میذارم مدل و سیو میکنم نیو گروپ و بعد نیو پارامتر به اسم مدل و در واقع تایپ آف پارامتر هم تکست رو وارد میکنم. میتونم دوباره یک پارامتر دیگر رو ایجاد کنم. اسمش رو میذارم تایپ، سیو و دوباره این رو هم در حالت تکست قرار میدم و اوکی رو میزنم.
حالا زمانی که من میام اینجا سلکت رو میزنم، خب اگه مدل رو براتون نشون نمیده میایین در ادیت، در براوز مدل رو انتخاب میکنین و اوکی رو میزنین. این مدل رو برای شما اینجا اضافه میکنه. با استفاده از این فلش این رو وارد جدول سمت راست میکنم و اوکی رو میزنم. این لیبل رو اینجا برای من قرار میده. یک کلیک هم پایین انجام میدم. دوباره از Add Parameter Select رو میزنم. میام این دفعه توی Edit، Browse و Type رو انتخاب میکنم. تایپ رو برای من اضافه میکنه و من این رو میارمش توی جدول سمت راست. الان لودین تو پراجکت که بکنم، ببینید من تگ رو که انتخاب میکنم به جای اون لیبل ها برای من 2 تا علامت سوال نمایش میده. دلیلش این هستش که ما در واقع پارامترهایی رو که ساختیم در فامیلی درمون اعمال نکردیم. برای اینکه پارامترهایی رو که ساختیم در محیط پروژه بر روی در و پنجره هامون اعمال بکنیم، میایم در سربرگ منیج، بخش پراجکت پارامترز و نیو پارامتر رو میزنم. روی حالت شیر پارامتر سلکت رو انتخاب میکنم، تایپ رو سلکت میکنم و از اینجا این رو روی حالت تایپ قرار میدم و از جدول سمت راست در و پنجره رو انتخاب میکنم و تیکشون رو فعال میکنم. خب دوباره یه نیو پارامتر میسازم. دوباره توی شیر پارامتر سلکت میام در ادیت، براوز مدل رو این بار انتخاب میکنم و باز روی حالت تایپ قرار میدم و از اینجا این رو باز به در و پنجره اعمال میکنم. خب الان ببینید زمانی که من در رو انتخاب کنم و بیام توی ادیت تایپش، در زیر مجموعه تکست یک پارامتر تایپ و یک پارامتر مدل برای من اضافه شده. مثلا توی مدل میتونم بنویسم WD یعنی wooden door، در واقع در چوبی، و توی تایپ هم میتونم T1 رو بنویسم که در واقع در تایپ 1 هستش. اپلای رو میزنم و میبینید که این مشخصات رو اینجا الان برای من نمایش میده. دقیقا به همین صورت شما میتونید که برای پنجرهتون هم تگ درست کنید. من این تگی که قبلا قرار داده بودم برای پنجره حذفش میکنم. این پنجره رو هم انتخاب میکنم و یک پنجره یه خورده بزرگتر انتخاب میکنم که بهتر ببینم پنجرم رو. میام دوباره قسمت فایل، نیو، فامیلی، این بار در پوشه انوتیشنز میام سراغ ویندو تگ، اوپن رو میزنم. محیط بر من در واقع باز میشه. میام در سربرگ کرییت لاین، میتونم که در واقع یک تگ 6 سلی برای پنجرم داشته باشم. دوباره یک لیدری رو اینجا براش ترسیم میکنم و یه علامت اینطوری هم براش میکشم. یه خورده میارمش پایین تر. لودین تو پراجکت رو میزنم تا ابعادش رو تنظیم بکنیم. خب ببینید من زمانی که میام روی در واقع این پنجره قرار میگیرم، این رو برای من نمایش میده. خب جاش درست نیست، در واقع میتونم این رو انتخاب بکنم و بیام دقیقا روی پنجرم قرار بدم. ولی به لحاظ ابعاد خوبه. یکم میتونم که در واقع بزرگترش بکنم. خب الان خیلی بهتر شد. الان میام در سربرگ Create Fill Region و دوباره برای این قسمت پایین یک هاشور سولید ترسیم میکنم و مجددا میام این تگم رو هم به 2 قسمت تقسیم میکنم که لیبل مدل و تایپ رو اینجا قرار بدم. در تب Create لیبل رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم قسمت بالا، دوباره Add Parameter Select. به خاطر اینکه قبلا اینا رو ساختیم دیگه نیاز نیستش که پارامتر رو بسازیم، فقط انتخابش میکنیم.
پارامتر مدل رو انتخاب میکنم، اینجا اضافه میشه، وارد جدول سمت راست میکنم و اوکی رو میزنم و حالا سمت پایین کلیک و دوباره select، اینجا edit، browse و type رو انتخاب میکنم، اضافه میشه و وارد این جدول میکنم، اوکی رو میزنم و این رو تنظیم میکنم که در واقع داخل تگم قرار بگیره. load into project رو میزنم، override existing parameters. خب الان ببینید من اگر بیام پنجره رو انتخاب کنم و بیام توی edit type، دقیقا اینجا هم من پارامتر تایپ و مدل رو دارم. در مدل مثلا میتونم بنویسم UPVC ویندو و تایپ هم روی همون تیوان قرار میدم، اپلای رو میزنم و میبینید که این نوشته ها اینجا برای من اضافه شد. خب اگر که بخواید که در واقع ابعاد این نوشته ها رو هم تغییر بدید، میتونید بیاید این لیبل رو انتخاب بکنید. قبل از اینکه من بخوام این رو در واقع ادیت کنم، ابتدا UN رو تایپ میکنم و یونیت رو که بر حسب اینچ هستش توی این تمپلیت روی متر میذارم. الان میتونم که این لیبل رو انتخاب کنم، میام توی edit type، یه داپلیکیت ازش میگیرم و تکست سایز رو یه خورده کوچیکترش میکنم، مثلا روی حالت 1/8 قرار میدم، یکم ابعادش رو برای من کوچیکتر میکنه و دوباره میتونم که این رو وارد محیط پروژه بکنم و به این ترتیب شما میتونید که در واقع تگ رو برای خودتون بسازید. تنظیمات دیگه‌ای که برای در واقع این تکست ها میتونید انجام بدید این هستش که میتونید مثلا پس زمینش رو اوپک یا ترانسپرنت قرار بدید، میتونید که رنگش رو عوض کنید، میتونید که ضخامت خطش رو عوض بکنید و یا حتی میتونید که فونت رو عوض کنید، سایز فونت رو عوض کنید، روی حالت بولد، ایتالیک و آندرلاین قرار بدید و هر تغییر که بخواید رو میتونید که اینجا اعمال بکنین و به این ترتیب ما تونستیم که یک تگ برای در و یک تگ هم برای ویندو برای پنجرهمون بسازیم و در پروژه ها از اینها استفاده کنیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر که ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون هم بفرستید تا از اون استفاده کنن. موفق باشید.